پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی که 22 دکبر سال جاری ارائه گردید سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را مطرح و در نوبت خود فعالیت نهادهای دولتی و عموما جامعه ما را برای یک مرحله تام آینده معین نمود. البته پیام همچون یک حجت استراتژی همچون یک دستور برای تمامی ساحه‌های خوجگی خلق کشور استفاده می شود. باید قید نمود که در پایان این سال پرزیدنت کشور سراول از وضع تشویش‌آور جهان یادآور شدند، تاکید داشتند که امروز سیاست ژئوپلیتیکی که در جهان راه اندازی شده است باعث نگرانی بسیار کشورها گردیده است. بعداً تاکید داشتند که البته سیاست خارجی کشور این سیاست درهای باز است. ما با تمام کشورهایی که با ما میخواهند مناسبت‌های همکاری، مناسبت‌های دوستی داشته باشند ما همکاری میکنیم و البته در این زمینه یادآور شدند که تاجیکستان با بسیار کشورهای جهان با بسیار سازمان‌های بین‌المللی همکاری زیج دارد. قید گردید که مراتبه دوم است که با پیشنهاد تاجیکستان 10 ساله دوم آب از طرف سازمان ملل متحد قبول گردیده است. البته در برابر این مسئله ها در سمت ساحه تندرستی، ساحه معارف، ساحه اجتماعی، اقتصادیات پرزیدنت مملکت از دستاوردهای جمهوری تاجیکستان یادآور شده. بعداً برای فعالیت مدعی این ساحه ها دستور و هدایت‌های مشخص دادند. پیام امساله پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشورمان امامعلی رحمان سال سیاسی و هنرهای مردمی مقر گرفته شد. سال 2018 اعلام کرده شد که این باعث فخر مردمی تاجیکستان است که در کشور ما جایهای سیاحی گردوگذار کردن مردمی خارجه بسیار جایهای تاریخی داریم که در دره خرطاق مثلا میگن در شهر دره شیرکن، در شهر دوشنبه وادی دره ورزاب، در وادی رشت، در ولایت ختلان طرفای در ناحیه‌های درواز و ونج و جای تاریخی بسیار هستند. مردم میتونن که تماشا کنند. همه سالا محترم پیشوای ملت در کشاورزان نظر زیاد ظاهر می نمایند که در پیام نوبتی خود هم درج گردید برای استحصال نمودن محصولات کشاورزی واردات تکنولوژی نوی حاضر زمان با باز امکان داد که از انداز باج خراج و دیگر نمود اندازها آزاد کرده شد و چنین قید نمودنی هستم که برای تامین امنیت اوضاع و برای مرغپروران نیز از پرداخت اندازها آزاد گردید. این هم باعث خرسندی هر یک کشاورزان جمهوری می باشد. باید گفت که وظیفه مهمترین ساکنان کشور از آن عبارت است که من بعد نیز سعی و کوشش خود را در نوبت اول به خاطر حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور عزیزمان سفربر سازند.